شما یکی از افتخارات ایران هستید. هم در زمان جنگ کلی کار بزرگ انجام دادید و هم در حق بچهای ایران پدری کردید. ممنونیم از این که بدون اینکه ما رو بشناسید کاری کردید که ما هم یه روزی بتونیم مثل شما باشیم. افتخار میکنیم که اینجا ایستاده برای شما دست بزنیم. دستانی که در کارند برای ساختن آینده‌ای درخشان. دکتر امیر مهدی میرناطقی، مردی از جنس مهربانی، از یادگاران 8 سال دفاع مقدس، محکم و استوار، همچنان در خط مقدم مدرسه سازی. قریب به 26 سال از دوستی او با مردم کهگیلویه و بوی رحمت می‌گذرد. وی با همدلی در جهت تأمین فضاهای آموزشی دانش آموزان مناطق کم برخوردار و با همراهی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند. این بار هم در بحبوحه جنگ تحمیلی 12 روزه متفاوت‌تر از همیشه در کنار مردم استان ظاهر شد. الحمدلله این دفعه که خدمتتون رسیدیم با توجه به شناختی که من استان کهگیلویه بوی رحمت داشتم و این سابقه‌ای که در ساخت مدارس در این استان داشتم، خواستم که یک طرحی نو در اندازیم. ما این مدرسه که میخوایم بسازیم به نام شهید دکتر محمد حسین عزیزی هستش. ایشون متخصص گوش و حلق و بینی، جانباز و استاد دانشگاه و استاد فرهنگستان بودن و همچنین سردبیری 4 مجله رو داشتن که در واقع این جنگ 12 روزه در میدان تجریش ناجوانمردانه به شهادت رسیدن. برای بزرگداشتشون ما دیدیم بهترین کاری که میشه کرد با توجه به سابقه کاری که ما در مدرسه سازی داشتیم، بخصوص در استان کهگیلویه بوی رحمت، گفتیم مدرسه به نام ایشون بسازیم. این مورد استقبال همکلاسی‌های ما در ورودی‌های سال 1355 دانشگاه پزشکی دانشگاه شیراز واقع شد و خیلی استقبال کردن و انشاءالله بشه که این یه قدمی باشه که مدارس بعدی هم همینطور ساخته شه به یاد عزیزان و بزرگان این مملکت و درختی باشه که همینطور خودش میوه بده و سرسبز کنه. تنها محبوب من تویی، زیباترین احساس در قلب محجوب من تویی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن که دل سپردم به تو، ای عشق زیبای کهن. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای